شهری رسیه گوید مایلاش توجیکی خودم و وطنی خودم و مویه کی داد که دوستی تانگال هم پولم مویه گرون نتوین سوسیم. تعمیر خانه یک دادستان سابق در شهر بوستان ولایت سوخت جنجال برانگیز شده بحث آن تا به دادگاه رفته است. کارگران دعوا دارند که خانه را حدود 4 ماه تعمیر و آرایش کردند اما مزدشان را پوره گرفته نتوانستند. به ادعای آنها سخن درباره 108,000 سامانی معادل بیش از $10,000 می رود. موه به حسابی که 45,000 سامان داد قسم که همونان به جنگ و جنجال من شاهدان من اینجا هستم من داشتی ثبتش هم های ثبتش هم های که ما وی دکزات که میتونم با چند پول دیگه دادن اشتر کو 108,000 سامان. مالک خانه عبدالغفار نیازبدلوف کارمند پیشین دادستانی بوده است که زیاده از 40 سال در مقام‌های گوناگون از جمله دادستان شهر بوستان و معاون رئیس دادستان سوخت کار کرده است. حالا بازنشسته است. رادیو آزادی تلفنی با او تماس گرفت و نظرش را در مورد دعوای کارگران پرسید. عبدالغفار نیازبدلوف اگرچه قضیه را شرح نداد در عوض این حرفها را گفت. فکر ما سود رو مراجعت کردیم و هم عرضه مقابل دعوا قطعی قرار سود برایت قانون قطعی بعد مرحمت چیکار رپورتاج میکنید در کار شما مرحمت و آده یک دستاری رسمترین سودی هیچ کس حق ندارد که این چیز به عرضه شود از جمله شما هم همچون ژورنالیست. در حالی که صاحب خانه راضی نشد قضیه را آشکارا در میان گذارد مظفر مسعیدوف میگوید که کار در حوالی عبدالغفار نیازبدلوف با دعوت خود او از ماه فوریه تا ماه می سال 2025 ادامه کرد. گروه کاری از 15 نفر عبارت بوده است. و افزود هرچند با خوراک نصف روزی تامین بودند پره پرداخت نشدن پول باعث به رد و بدل بین کارگران و در نهایت کارپرتایی آنها گشت. سببی کارپرتایی ما همین که پولیش که ترچکوی پره رشاد نکرد و ها تاثیر داجه من به گفت که بیا سوید به مراجعت کنیم میگه همون تونید خودتون گرید گفت. بعضی از اعضای عائله نیازبدلوف در گذشته در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان کار کردند و برخی هنوز هم کار میکنند از جمله 2 فرزندش. استاهای ناراضی میگویند محض همین حالت باعث به تهدید و کشالکاری در گرفتن مزد کارشان شده است. مقامات بالا گنرالی پروکراتور سودی عالی و خواهش میکنیم که همین پروموی این سنجشی فوری دیده شود. بعضی از منصبداران حاضره و پیشین در تاجیکستان که معاششان خاکسارانه نامبر می شود خانه و منزلی با حشمت دارند و برای ساختمان و آرایش آنها کارگران را اساساً از داخل و گاهی از خارج می آورند. به مشکل پیچیدن کار استاها در خانه یک دادستان سابق از موردهای کم شمار بوده است. حالا این بحث به دادگاه رفته است و هر دو جانب منتظر خلاصه دادرس هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.